اصلی دیوانی غزل شاد آمدی شاد آمدی، نقد دل و جان در بغل شاد آمدی شاد آمدی، بنیاد غم ها سوخته جانی مرا افروخته، بر قصد صد مکروهیل شاد آمدی شاد آمدی. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، دانندگان کلامی بدی و دوستداران برنامه آفتاباران، با تمنیات نکو برنامه نوبتی خیش را حسن آغاز می بخشیم. با سبب های مدت برنامه آفتاباران تکرارن از افیری سیمای مستقل یکم پخش کردید. من بعد کوشش خواهیم کرد که برنامه های نو و رنگین را از افیری تلویزیون پخش کردیم تا از معناهای جالب و دامنه‌دار اشعار استاد لایق بهره مند گردید. مهمان امروزی برنامه ما دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور استاد عزیزمان زمیره المسوه. استاد عزیز خوش آمدید میگیم به برنامه ما. سلامت باشید خانم. دانندگان کلامی بدی دوستداران برنامه آفتاباران، اطمینان دارم که معناهای جالب را خیلی پزمان شدن. برای همین خواستیم در برنامه امروزه نیز یکی از شعرهای استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمایید تا از معناهای دامنه‌دار آن واقف گردند. خب برای ما خیلی گواره است که شما کدام شعر و یا غزل را از دفتر اشعار استاد لایق انتخاب کردید؟ اولا درود و سلام به همه بینندگان تلویزیون که با اشعار ناب لایق شعرعلی همه وقت با ما هستند. و من امروز گلحیا جان غزل الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت را انتخاب کردم و این به سبب نیست، زیرا غزل استاد و من گفته می توانم که تمام اشعار استاد به همگان شناس است، آشنا است و معنی بسیار بیکر دارد و بنابر همین هم خواستم که از معنی این غزل بسیار شناخته و مشهور استاد امروز صحبت آراسته باشیم. باشد. مرحمت استاد. خب درباره مضمون و مندرجه این فکر و اندیشه های خود را در آغاز برنامه بیان میکردید. خب سلامت باشید. وقتی که ما غزل میگوییم، پیش از همه وقتی که غزل میگوییم پیش نظرمون غزل حافظ، غزل سعدی، غزل اون بیدل، غزل اون بزرگواران ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک می آید که ادامه بخش آثار آنها را در ادبیات معاصر تاجیک استاد لایق از نو برقرار کرد و از نو زنده کرد. اصلا وقتی که ما در زندگی میبینیم هر چیز رفتنی دارد و ماندگار نیست، ولیکن در طبیعت آفتاب است، ماهتاب است و آسمان است، ستارگان است که به همیشگی با انسان ها هست و در بین انسان ها نفران هستند که به مانند ستارگان، به مانند آفتاب، به مانند ماهتاب درخش الهیده خود را دارند و لایق شعرعلی نیست با ایجادیات خودش و با آن نوآوری که در ادبیات معاصر تاجیک در بین شاعران کرده است، آن در حقیقت ستاره تابناک که ادبیات معاصر تاجیک است و من گفته می توانم که غزل را او پدرود غزل را او احیا کرد، از نو آن را با جلوی تازه، با مضمون و محتوای نوش برای امروزیان، برای فرداییان و برای هزار سالگان دیگر آن ماندگار گشت و این بی سبب نیست، زیرا اصلا در ادبیات معاصر تاجیک غزل را لاهوتی بود که اینقدر با مضمون و محتوای بلند خود سروده بود و بعد از سکوتی طولانی که در زمان شوروی به میان آمده بود و قریب بود که این ژانر ادبی از در ورطه هلاکت بود و با دستی دراز خود لایق شعرعلی توانست که آن را بگیرد و جامعه نو پوشاند.
و با همین گفتنی هستم که همه آن غزل‌هایی که استاد لایق شیرعلی در ایجادیات خود سروده است، من فکر می کنم که همه آنها مضمونی بلند دارند و محتوای زمانی معاصری ما را دارند و حل و فصل آن پرابلم و آن مسئله هایی که در زمان امروز معاصر هست در غزلیات لایق شیرعلی دیده می شود. زیرا وقتی که ما غزل های استاد لایق را می خوانیم، در حقیقت درک کرده می توانیم که آنها توأم با انسان های امروز ما هستند و پرابلم هایی که هر یک خواننده غزل استاد لایق را میخواند، آن مسئله ها و آن پرابلم ها در غزلیات استاد لایق هست و حل و فصلش را گویا که از غزلیات استاد لایق یافته میتوانسته باشند و بنابر همین هم محبوبیت و گویم اینقدر جذابیت غزلیات لایق در بین مردم تاجیک از همین سبب هم هست و این بی سبب نیست. تشکر استاد. بسیارتر استاد لایق در ژانر غزل با کدامی از بزرگان ما تکیه کردن یا پیروی کردن؟ یعنی برداشت خود را در شعرهای خود، در غزلهای خود اساساً از کدام بزرگان ما میبینن؟ ما گفته می توانیم که استاد لایق پلی بود در بین ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و در بین ادبیات معاصر تاجیک. وقتی که ما میگوییم که غزلیات را از رودکی آغاز کردند و من بعد به غزلهای حافظ، به غزلهای سعدی، به اشعار مولانا توجه ظاهر کردند که در همین غزلیاتشان هم آمده است و گویم خطا نمی کنیم، زیرا همه آن غزلهایی که استاد لایق یا ایجادیاتی که استاد لایق در ادبیات معاصر تاجیک دارند در پیروی قریب که همه آن ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک که پایه‌گذاران ادبیات معاصر تاجیک به حساب می روند در پیروی آنها سروده است. مثلا غزلیات را اگر از سعدی و حافظ از رودکی برداشت کرده باشند، الهام از شاهنامه بیزوال فردوسی گرفتند که در یکی از بخش‌های شما نیز ما آن تحلیل کرده بودیم و یک چند شعرهای زیادی را در پیروی شاهنامه بیزوال ایجاد کردند. تشکر استاد. خوب میشد که الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا البرز پابرجا مرا تو زنده خواهی داشت، میانی سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الا شعری تری در دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. خب میبیاییم به این غزل. خب فکر و اندیشه های شما آید به این غزل چگونه است؟ در شاعر در غزل مذکور تا چه اندازه کدام معناهای جالب و دامنه‌دار را بیان کرده است؟ میخواستیم به بینندگان گرامی ما نقل میکردید، زیرا هر نفر از روی ظرفیت اندیشه خود آن را میفهمد. آن معناهای نازک و آن معناهای پوشیده که شما میفهمید برای قناعتمند گشتن جهان معنوی آنها کمک خواهد کرد. سعادت میکند. سلامت باشید. رحمت. الان شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت، الا شوری دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. وقتی که ما این مصرع ها رو میخوانیم، ما مراجعت میکنیم که با شعر وطنی، با شعر عجم، با شعر فارسی زبانان دنیا. وقتی که لایق مراجعت میکند، خطابان سخن میکند، میگوید وای در نظر دارد اشعار رودکی را، در نظر دارد اشعار فردوسی را، در نظر دارد ایجادیات حافظ، سعدی، مولانا و چند بزرگان دیگر که در ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک غزل ها سرودند. و ما در بالا هم گفته بودیم که با لباس نو لایق توانست که آن را از نو احیا کند.
الا شوری دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. وقتی که شوری دل دنیا میگوید، شوری دل تمام مردمان در دل کوچکی استاد لایق است و با همین میگوید تو مرا زنده خواهی داشت. همون شوری دل و اضطراب ها و طغیان ها و آن هیجان های قلب انسانی در دل لایق هست که در ایجادیات او و مخصوصا در همین غزلش او نشان داده است. به زیر سنگ های ثابت و سیار گردون ها، الا البرز پابرجا مرا تو زنده خواهی داشت. در دنیا دو نوع سنگ هست. دو نوع سنگ هست که یکی سیار است، یکی چرخنده است و یکی غیلنده است و دیگر پابرجاست. آن سنگ های هست که به مانند کوه البرز. کوه البرز در ایران است و قله های عظمت خود را دارد و اصلا در اینجا لایق رمزی گفته است. وقتی که البرز پابرجا میگوید در نظر دارد شعر فارسی را رمزی میگوید، زیرا آن قله های با عظمت کوه البرز که همیشه پابرجا است و قله بلند خود را دارد. شعر فارسی تاجیکی نیز به همین مانند است و آن جهانگیر است و آن عالم شمول است. و وقتی که غزلیات حافظ را در اروپا خوانده بودند، وقتی که غزلیات سعدی را یا داستان‌های الهیده شاهنامه بیزوال فردوسی را در اروپا در غرب خوانده بودند، بزرگیت ایجادیات آنها را بعد امروزیان نیز درک کرده توانستند که چگونه ما معنویتی بای خود را داریم و این بی سبب نیست، زیرا محض فرزند برومند تاجیک بعد از 1000 سالها به مانند لایق شیرالی بود که غزلیات را و عموما ایجادیات آنها را زنده کرده توانست. به مانند کوه البرز پابرجا است و میگوید که شعر مرا نیست تو همین گونه زنده خواهی داشت. بسا شعر تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شعر تری دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. وقتی که ما دریا میگوییم، وقتی که ما شعر میگوییم، آنها به همدیگر در زندگی گویا توأم هستند. وقتی که گل‌های جان به نزد دریا می روید و می بینید که آن دریا تر است، خشک نشونده است، دریا روان است و وقتی که آبی روان را در آن می بینید، آوازی را می شنوید، گویا که دریا شعر می خواند، گویا که دریا شعر می خواند و لایق نیست آن شعر خود را می خواند و با مانند دریا شعر او همیشه تر و تازه است و همیشه زنده است. اگر لک لک دلی پاکیم، یک یک در دلی خاکیم، الا فرشی زی عرش اولا مرا تو زنده خواهی داشت. نگاه کنید گل‌های جان چقدر زیبا گفتند لایق. اگر لک لک دلی پاکیم و میگویند که در زندگی نفران شرفمند با دلی بزرگی خودشان خیلی زیادند، خیلی و خیلی زیادند، ولی متاسفانه آنها رونده هستند. آنها خاکدان خود را دارند و آنها در آخرت به سفر آخرت می روند و لایق نیست مراجعت کرده است که هر نفری که سخن می گوید و با آن سخن خودش زنده است، با شرف است و با آن سخن خودش در دل هزارها یا میلیونها انسانها ماوا گرفته است، ولیکن در آخر آنها به سفر آخرت می روند.
و باز مراجعت میکند به رودکی، باز مراجعت میکند به سعدی، باز مراجعت میکند به فردوسی که با وجود آن که آن آثار ماندگار آنها هزار ساله ها زنده است، ولیکن جسم آنها در خاکدان جای شده است و ما در قطار آن بزرگان، در قطار آن هزار سال رفتگان لایق بزرگوار را که متاسفانه این دنیا را پدرود گفته است، در قطار آنها دیده می توانیم که با بزرگی خودش او هم رفت و این بی سبب نیست. میگوید الا فرشی ز عرش اولا، گرچنده که از همه اولاتر باشی هم باز تو به خاکدان می روی، باز به یک جای می شوی. ولی میگوید تو آثار آنها و آثار لایق همیشه زنده است. بله. دلم روزه اگر از درد شیر و عشق می میرد، الا عشقی جهان آرا مرا تو زنده خواهی داشت. ما شعر را به عشق تصور کرده نمی توانیم. وقتی که شاعر عاشق است، وقتی که شاعر عاشق زندگی است و عاشق یار دلداده خود است و آن محبت را که نسبت کسی دیگر دارد در قلب خودش می پرورد و با ایجادیات خودش، با سخن خودش آن را به نظم می درآورد. و غزل نیز وقتی که ما غزل می گوییم اولا عشق را پیش نظر خود می آوریم و شعرهای لایق نیز به همین گونه است و می گوید که دلم روزه اگر از درد شعر و عشق می میرد، الا عشق جهان آرا مرا زنده خواهی داشت. و لایق عاشق بود، عاشق زندگی، عاشق ملت، عاشق وطن، عاشق میهن، عاشق مرز و بوم خودش بود و با همین سببها او شعرهای خود را ایجاد میکرد و بنابر همین هم شعرهای او همیشه زنده خواهد بود. سخن پیدا و ناپیدای هر خلق سخنساز است، الا پیدا و ناپیدا مرا تو زنده خواهی داشت. در اینجا لایق به سخن مراجعت می کند. سخن این شعر است. ما گفتیم که شعر این عشق است. باز می رود به عشق، باز می رود به آن احساسات پرقلب انسانی که لایق آن را دارا بود و سخنهای پیدا و ناپیدا هم میگوید زنده می‌دارد. شعرهایی که ایجاد میکنند شاعران زیادی هستند در ادبیات تاجیک که با شعرهای خود اثرها ایجاد کردند، ولیکن برخی از آنها شناخته هستند و برخی از آنها ناشناخته هستند و در همین موارد استاد لایق میگوید که با سخنی پیدا و ناپیدای خود مرا زنده خواهی داشت. الا دیوان حافظ، حافظم باشد زهر مرگ، الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت. گل‌هیجان در ادبیات تاجیک ستون محتشم هست که این دیوان حافظ است و دیوان مولانا هست و به سبب نیست که استاد لایق مراجعت می کند به دیوان حافظ، مراجعت می کند به اشعار مولانا و در پیروی آنها شعرهای زیاد خود را سروده است و من فکر می کنم که حفظ کننده نه تنها لایق بلکه حفظ کننده مردم تاجیک و مردم فارس زبانان دنیا این دیوان حافظ است و اشعار مولانا است که در همین غزل خودش استاد لایق خیلی و خیلی خوب کاربست کرده است. استاد لایق با
ایجادیات ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک افتخارمند بود و ما افتخار از آن داریم که لایق را میشناسیم، لایق ایجادیات لایق را دوست می‌داریم و با ایجادیات لایق زندگی می‌کنیم. تشکر زیاد استاد. واقعا هر شعر و هر غزلی که از استاد لایق سرایدن از دل شاعر برآمده به دل هر یک خواننده جای میگیرد. برای اینکه هر درد دل هر نفر را شاعر سرایده است، از این رو در این غزل نیز جایگاه غزل را در ایجادیات استاد لایق و دریافتن ممکن است. اطمینان دارم که بینندگان ما از مضمون و محتوای اساسی غزل آگاه گشتند و برای آنها صحبت امروزه ما خیلی اطمینان دارم که منفعت آور بود و برای جهان معنوی آنها تاثیر خیلی بزرگ رساند. استاد عزیز خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. باری دیگر تشریف شما رو انتظار هستیم. نه تنها ما، هر یک مخلصانی هستند که از صحبت شما رو پزمان میشوند، پرسان میشوند. خوش آمدید میگویم باری دیگر برای صحبت پرمحتوا. سپاسگزار هستیم. سلامت باشید. سلامت باشید. مرا روزی که خشکن آبشاران یاد خواهی کرد، به هم چسبان لبان چشم ساران یاد خواهی کرد. تراوت کوچ بندد از حریم روشنی گلشن، نماند یک گل از باغ بهاران یاد خواهی کرد. چو جان من به دشت و کوهساران سبزه ها سوزن، فرو ماند از چه هزاران یاد خواهی کرد. درختی خشک را بینی سری گوری فراموشه، مرا هر شب و یا هر روزی باران یاد خواهی کرد. چه خوش گویند قدر نعمت از بعد زوال اوست، اگر من هم بمیرم پیش یاران یاد خواهی کرد. بینندگان گرامی، در همینجا فرصتی برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر.